نیما جون نیما به تاجیکستان نیست. بیبی مریم زیویوا در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 ناحیه ورزاب تحصیل میکند. او برای اشتراک در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است آمادگی میگیرد. هرچند امسال با آزمون راه نیافته است ولی از این راه افتاده نیست. بیبی مریم همه روزه به مطالعه ادبیات گوناگون مشغول است. اثرهای بدیعی را ورق میزند و شعر و غزل و دیگر پارچه‌های نظمی را از بر میکند. بیبی مریم میگوید که در راه آموزش و آماده شوی به آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است به او آموزگاران کمک میکنند. در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است سال آینده اشتراک کردنیم. من میخواهم که در این آزمون در نمینه ادبیات معاصر تاجیک اشتراک نمایم. من همه روزه کتاب مطالعه می نمایم، هم در مکتب هم در خانه. وقتی که من چیزها رو نفهمم معلمان به من چیزهای نفهمیدم رو به من یاد میدن. در قطار بیبی مریم زیویوا در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 ناحیه ورزاب خوانندگان زیاد تلاش دارند که اشتراکچی این آزمون باشند. برای بعضی از آنها شرکت در آزمون تجربه اول نیست. مثلا فردوس زیویف الکی در سال روان به دور ناحیوی آزمون راه یافته است. سال دوم است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک میکنم و میخواهم که در آینده سزاوار جایهای نمایان گردم. آرزو دارم که امسال در دور جمهوریوی سزاوار جای نمایان گشته مؤسسه خود را و دهه خود را در سطح جمهوریوی معرفی سازم. آموزگاران مکتب رقم 4 ناحیه ورزاب از راهاندازی گردیدن آزمون‌های جمهوریوی به مثل آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اظهار خوشحالی می‌کنند. به گفته آنها محض تشکیل چنین آزمون‌ها توجه محصلین را به خواندن ادبیات بدیعی و از بر نمودن شعر و غزل‌ها زیاد نموده در نهاد آنها حس کتابخوانی و کتاب دوستی را بیدار نموده است. همین است که سال از سال شماره داوطلبان آزمون از حساب خوانندگان مؤسسه مذکور می‌افزاید. سال تا سال شماره اشتراکچیان مؤسسه ما افزایش یافته ایستاده است. این سال از مؤسسه ما در آزمون مذکور 6 نفر اشتراک نموده، از آنها 3 نفرشان با دور منطقوی راه یافتند. ما آموزگاران تصمیم گرفتیم که شماره اشتراکچیان آزمون فروغ صبح دانایی را بیشتر نموده مؤسسه و دهه را در جمهوری معرفی نماییم. همین گونه بیبی مریم زیویوا و در قطار او ده‌ها تن از همسالانش در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 ناحیه ورزاب کوشش دارند که سال آینده با آمادگی جدی در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت نموده تا به دور نهایی راه یابند و سزاوار جایهای افتخاری گردند.